آزمون 5 عاملی شخصیت، آزمون NEO که داخل پرانتز اگه قرار بدیم روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، برای اولین بار در سال 1985 توسط پاولتی و کوستا و رابرت آر مککری تدوین شد. البته این آزمون بعداً مورد تجدید نظر قرار میگیره و در حال حاضر معروف به NEOPI یه خط تیره R هستش. این آزمون دارای 5 عامل کلیه و هر عامل کلی دارای 6 مقیاس خاص می باشد که در مجموع 5 تا 30 تا مقیاس صفات می باشد. این 30 مقیاس شامل 240 تا سوال هست. عامل کلی شامل N روان نژندی، E برونگرایی، O انعطاف پذیری، A دلپذیر بودن، C یعنی با وجدان بودن. یه جدولی هم هست در واقع توی کتاب که عامل کلی و C خورده مقیاس صفات مربوط به هر عامل رو در واقع اومده نشون داده. در واقع N رو از N1 تا N6، E رو از E1 تا E6، O رو هم از O1 تا O6، A هم دلپذیر بودن رو از A تا A6، C هم با وجدان بودن رو از C1 تا C6 در واقع نشون داده. و این آزمون برای افرادی که سن اونها 15 سال و یا بیشتر هستش مناسبه و برای افرادی که میخوان مشاوره قبل از ازدواج داشته باشن خیلی خیلی مهم هستش، معمولا استفاده میکنن. برای بیماران پزشکی رفتاری، نابهنجاری‌های جنسی، بزهکاران جنسی و اونایی که مثلا معمولا متهمانی که توی دادگاه ها هستن استفاده میشه. و میخوایم بگیم که البته ترجمه فارسی این آزمون در ایران توسط دکتر مهریار و دکتر قاضی طباطبایی در سال 1380 صورت گرفته و دکتر گروسی هم در همون سال اون رو هنجاریابی میکنه. همبستگی بین مقیاس ها حداکثر به میزان 70%، همسانی درونی در هنجاریابی ها بر روی نمونه های ایرانی با استفاده از آلفای کرنباخ در عامل های مختلف به صورت N 86 صدم، E 73 صدم، O 56 صدم، A 8 دهم و C 87 صدم بوده است. اینجا یه جدول دیگه عوامل و صفاتشو میگه. این اولین جدوله بوده که در واقع به این شکل نشون داده شده و اینم این جدول هست که به این شکل نشون داده شده. حالا مقیاس های صفات رو، مقیاس صفات گفته شده که هر عامل کلی دارای 6 مقیاس خاصه که صفات اون عامل رو اندازه‌گیری میکنه. چندین مزایا برای ارزیابی صفات مختلف هر عامل وجود داره. اینجا فکر کنم در واقع 3 تا یا 5 تا عامل در واقع 5 مورد هستش. این اطمینان حاصل میشه که سوالات مربوط به ارزیابی عامل حیطه گسترده‌ای از افکار، احساسات و اعمال ممکنه رو شامل میشه. برای مثال مقیاس N باید شامل سوالاتی باشه که مثلا خصومت، افسردگی، کمرویی، شتاب زدگی، آسیب پذیری در مقابل فشار و اضطراب رو اندازه گیری کنه و بدین ترتیب نمرات هر عامل بر اساس انعکاس وسیع‌ترین ابعاد ممکنه شخصیت طراحی شده.
مزایای دوم، وجود چنین مقیاس جداگانه و مستقل از صفات مربوط به یک عامله محتوای عمیق‌تری از یافته ها رو امکان پذیر میکنه. برای مثال هر یک از 6 صفات مربوط به عامل ان به طور قابل ملاحظه‌ای به عواطف منفی و رضایت خاطر کمتر در زندگی مربوط میشه و این اطمینان برای ما به وجود میاره دوباره مزایای دوم رو اشاره میکنم بهش. وجود چند مقیاس جداگانه و مستقل از صفات مربوط به یک عامل محتوای عمیق‌تری از یافته ها رو امکان پذیر میکنه. برای مثال هر کدوم از این 6 صفات مربوط به عامل ان به طور قابل ملاحظه‌ای به عواطف منفی و رضایت خاطر کمتر در زندگی مربوط میشه و این اطمینان رو برای ما ایجاد میکنه که عامل ان در واقع به بهبود و سلامت روانشناختی مربوط میشه. پس عامل ان به عواطف به بهبود و سلامت روانشناختی افراد مربوط میشه. به همین قیاس یک روانشناس بالینی هنگامی که متوجه نمرات بالای بیمار در مقیاس‌های توی اضطراب، خصومت، کمرویی، افسردگی میشه، مطمئن میشه که این فرد یک مشکل روانشناختی مهمی داره. پس میریم روی سومین عامل. سومین مزایایی که از مزایای مهمترش هستش، رویکرد چند صفتی در اندازه‌گیری عامل‌های یک آزمون ناشی از این حقیقته که تفاوت‌های فردی مهم میتونن در داخل عامل یک آزمون دیده بشن. انعطاف پذیری در تخیلات، زیبادوستی، احساسات، اعمال، عقاید، ورزش ها تماما عوامل انعطاف پذیری رو شامل میشه. افرادی که نمره بالایی در یه صفت میگیرن احتمالا در صفات دیگر نیز نمره بالایی میگیرن، اما این وضعیت فقط یک وضع احتمالیه. برای مثال برخی افراد ممکنه برای عقاید جدید انعطاف داشته باشن اما برای ارزش‌ها انعطاف نداشته باشن، یا برای احساسات انعطاف داشته باشن اما برای زیبادوستی انعطاف نداشته باشن. تفاوت‌های فردی در داخل ابعاد یا مقیاس‌ها در طول زمان ثابته و این موضوع توسط درجه بندی های مشاهدهگران تایید میشه و لذا این صفات باید به عنوان حقایق واقعی شخصیت و نه صرفاً به عنوان پراکندگی تصادفی در نظر گرفته بشه. چهارمی و پنجمی هم باشه در اینکه چهارمی ارزیابی و سنجش مقیاس صفات و اما ارزیابی و سنجش مقیاس‌های صفات یک تحلیل دقیق تری از افراد و گروه ها رو ارائه خواهد داد که همون مزایای در واقع چهارمه. برای مثال فردی که نمره متوسط در عامل آ رو میگیره، نمره متوسط میگیره اما در نود و سی خیلی پایینه و در همراهی خیلی بالاه، نسبت به فردی که نمره آ در عامل آ متوسطه اما در نود و سی نمره بالا و در همراهی نمره پایینی میگیره، عکس عمل متفاوتی خواهد داشت. امیدوارم واقعا منظور منو متوجه شده باشید. مزایای آخر که پنجمی هستش، اطلاعات اضافی و فرعی که از طریق نمرات صفات به دست میان میتوانند در تفسیر ساختارها و شکل دادن نظریه‌ها مفید باشند. اصولا برونگرایی با سلامت یا بهبود روانشناختی همبستگی داره، اما یک نگاه اجمالی نشون میده که 2 تا از صفات فرعی این عامل یعنی گرمی و هیجان‌های مثبت بیشتر به این امر رابطه داره، اما هیجان خواهی ارتباطی با سلامت یا
بهبود روانشناختی نداره. این یافته‌ها نکات مهمی در نظریه مربوط به بهبودی روانشناختی می باشد. خب پس این بود توضیحات مربوط به مقیاس‌های صفات. مطلب بعدی هم ادامه عامل‌ها و مقیاس‌های صفات هر عامل رو در واقع باید توضیح بدیم که در ویدئوی بعدی توضیح خواهم داد.